او این آیه متبرکه، این آیه کلام مقدس رحمانی را بالای تمام خلق مخلوقاتش، یعنی در زیر کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، در سایه کلمه گواهی و شهادت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، گویا دیگر همه کلمات منشأش، سبب ثوابش، سبب اجرش، سبب رضا و رحمت بنده، سبب هدایت و استقامت بنده، سبب قبولیت درگاه خداوندی، سبب رضا و رحمت خداوندی، سبب حیات جاودانه دار آخرت، دار بهشت و ناز نعیم بهشت مشرف گردیدن، همه در این دو کلمه. برای همین حضرت خداوند این آیت را در زیر این آیت که تفسیر حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مفسران اهل سنت و جماعت بران قرار دادند که مراد از این کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، یعنی همه بندگی ها، همه طاعت ها، همه عبادت ها، از فرائض و واجبات، از سنن مستحبات، همه پرهیزگاری ها، همه اجتناب گناه و گناهکاری ها، همه اجتناب معصیت و نافرمانی ها، همه اجتناب قول و فعل غیر مرضیه، فعل و قولی که در او رضای خدا نیست، در او رحمت خدا نیست، در او خوشنودی خداوند جل جلاله نیست، همه به این کلمه پاک مقید می باشد و هر یک انسان آن مقداری که به این کلمه پابند می باشد، آن مقداری که به این کلمه در تکرار می باشد، آن مقداری که در این کلمه پیرو می باشد، آن مقداری که در این کلمه در عمل می باشد، ایمان او همون مقدار می باشد، ایمان او همون مقدار می باشد، رحمت خداوند از جانب خداوند به او همون مقداری که بلا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله تعلقت دارد، به همون مقدار رحمت خدا او را سزاوار می شود، و همون مقدار در درگاه خداوند قربت و رحمت از درگاه خداوند حاصل میکنه. همین مضمون است که صحابگان کبار رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چون در حیات آنها و تاریخ زیست زندگانی آنها که به بعض روایت 114,000 118,000 120,000 بعض علما و دانشمندان تا 150,000 صحابی را شمار کردند، بعضی صحابه ها یک آیت قرآن می دانستند، یا بعضی صحابه ها بعضش یک حدیث از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تعلیم گرفته بودند، بعضی با یک حدیث هم تعلیم گرفتن فرصت نیافتند، لکن خداوند بالای جامعه صحابگان کبار رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چندین جای قرآن با آیت قرآن و حکم حضرت خداوندی رضی الله عنهم و رضوا عنه قرار داد. همین از گوشه لا اله الا الله محمد رسول الله، همین از گوشه پیروی و سیراب گردیدن و در عمل و در استقامت شرع شریف محمد آمدن، از گوشه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله برقرار گردید. برای همین نزد اهل شریعت ها تمام شریعت های انبیا و مرسلین، از ابوالبشر سپهسالار پیغمبران حضرت بابای آدم پدرکلانمان علیه السلام سرکرده تا حضرت محمد علیه السلام، بهترین کلمه، خوبترین کلمه، خوشترین کلمه، سعادتمندترین کلمه، پراجرترین کلمه، پرثوابترین کلمه، حتی در حدیث حضرت محمد صلی الله علیه وسلم که حضرت محدث امام محی سنه روایت کرده است، حتی در حدیث قدسی هم از حضرت خداوند روایت آمده است، حضرت خداوند گفته است، حضرت خداوند در حدیثی که حضرت امام محسن روایت کرده است، حضرت موسی کلیم با خداوند سخن گفت، سخنگویی کرد، خدایا گفت پروردگارا علمنی، من تعلیم کن، یک چیزی تعلیم کن، یک کلمه یا ذکر یا یاد خود من تعلیم کن که از همه بالا و بلند باشد، از همه بالا و بلند باشد. حضرت خداوند حضرت موسی کلیم چه فرمان کرد؟ گفت که
لا اله الا الله. حضرت موسی را فرمان شد که بگو لا اله الا الله. حضرت موسی علیه السلام گفت خداوندا من چیزی از تو طلب کردم، یک ذکر، یک اجر کلمه و ثواب در چیزی که مخصوص به من باشه، در 18,000 عالم، در زمین ها و آسمان ها از او بالا و بلندتر نباشد. حضرت خداوند موسی کلمه خطاب کردن، گفتن این موسی لو وضع سبع السماوات والارضون، اگر 7 آسمان و 7 زمین ها را وصل کرده شود، مانده شود بالای یک پله ترازو، بالای یک پله ترازو، و آن چیزی که در 7 زمین و آسمان عمارت و مصنوعات و ساختمان است، همه اینها را بالای پله ترازو مانده شود و بالای پله دیگر لا اله الا الله و محمد رسول الله را مانده شود، لرجح لا اله الا الله. هر آینه لا اله الا الله از همه این، از 18,000 عالم، از عالم ها و وجود و ساختمان ها و تمام عمارت ها و مصنوعات زمین ها و آسمان ها و بین آنها، هر آینه وزنی‌تر، خوبتر، محبوبتر نزد خدا، در ثواب و اجر برای بنده زیادتر و خوبتر کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. همه فرایض قرآنی که بعضی ها از 40 تا متفق علی تا 80 تا مختلف علی که اختلاف کرده شده بر آنها، و بعضی از اینها هم زیادتر شمار کردن تا 100-120 فرایض آیات قرآنی، چون در قرآن فرمان خداوند، فرمان حضرت خداوند 89 آیت قرآن به یک روایت یا ایها الذین آمنو آمده است. اگر هر یک کلام یک فرد را اثبات کند 89 فریضه، و 90 استعیذ بالله ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. همین آیت قطعی 90 آیت خاتمه می شود. اگر یک فرضی را اثبات کنند 90 فرض، اگر 2 فرضی را اثبات کنند 180 فرض، از این زیاده باشد زیاده. همه همین منشأش، ابتداش، ثوابش، اجرش، سرشویش، فرضیتش، ثبوتش بلا اله الا الله محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. از زمان ابوالبشر لا اله الا الله تا زمان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، در زمان تمام پیغمبران علیهم السلام لا اله الا الله. لکن برای حرمت، برای استواری ایمان و ثبوت ایمان که به یک پیغمبر خدا اگر کسی ایمان نداشته باشد، ایمان او در نزد شریعت خداوندی، در نزد دین مبین اسلام معتبر و مقبول نیست، اعتبار کرده نشده است. برای همین در زمان هر پیغمبر نام همو پیغمبر به نام حضرت خداوند و به اثبات وحدت وجود وصل میکنند. در بابای آدم از زمانش 950 سال عمر مبارکش و 900 سال یا زیادتر پیغمبریش لا اله الا الله آدم و صفی الله موصوف بود. برای همین در نزد اهل عقیده، در نزد اهل سنت و جماعت، در نزد جامعه بشریت مسلمان و مسلمان دین و اهل شریعت اسلام که رو به قبله میگردیم، کسی طرف قبله مسلمانان میگرده و قبله را قبله میدانه، لا یصح الایمان بقول لا اله الا الله حتی یقول محمد رسول الله. این عقیده ایمان، این اعتقادی درون قلبی صحیح نمی شود ایمان به لا اله الا الله حتی که میگوید بنده محمد رسول الله، محمد رسول الله. انا برای همین در زمان هر پیغمبر، برای همین حضرت خداوند 10 ها و 100 ها آیه قرآن طبق گوناگون، طبق بیانات حضرت خداوند استعیذ بالله لا نفرق بین احد من رسله، تفریق نمی اندازیم، جدا نمی کنیم، فرق نمیدیم بین یگان از پیغمبران خداوند جل جلاله. حتی در بعض آیات خداوند فرمان آورده است که به ملائکه من، به پیغمبران من، به کتابهای من در چندین آیه قرآنی آمده فریضه ایمان آوردن. خاتمه سوره بقره 2 آیت بهترین آیات قرآن،
دو آیتی که بهترین آیات های قرآن به یک روایت که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفت کسی در شب خواند این دو آیت را، یعنی خواتیم سوره مبارکه بقره را، این دو آیت را در شب خواند تا به روز در حفظ حمایه خدا، اگر در روز خواند در بامداد تا شام تاریک در حفظ حمایه و پناه عصمت خدا. برای چی؟ برای این دو آیت متضمن متلبس در برگرنده ایمان به خدا، به پیغمبران خدا، به کتابهای خدا، به ملائکه خدا. لا نفرق بین احد من رسله، جدا نمیکنیم و پریشانی و پراکندگی نمی اندازیم بین یکی از پیغمبران حضرت خداوند جل جلاله. برای همین ما و شما و پیغمبر آخر زمان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امت هستیم، ایمان داریم و تا زمان ابوالبشر حضرت آدم علیه السلام هر مقدار پیغمبری که گذشته است به همه ایمان آوردن و همه را معتقد بنده خدا و نماینده خدا و نبی و رسول خدا یا نبی یا رسول خدا معتقد بودن. این فریضه ایمانی، فریضه قرآنی می باشد. انا برای همین بهترین کلمه، پر اجر و پر ثواب ترین کلمه ای که خداوند رضایت و خوشنودیش بالای بنده، کلمه ای که حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت با این کلمه آدم اهل بهشت در حیات دنیاش. من قال لا اله الا الله دخل الجنه، کسی لا اله الا الله گفت داخل بهشت. حاجت برای اون کسی پایدیوار، برای پل مال پاره خاطر انداز با قوت توانای منصبدار دیگری نه. لا اله الا الله محمد رسول الله کلمات گفت داخل بهشت و فعل مشک ایستاده است. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حال حیاتشان دهانه صدهانه تقریبا هزارها اشخاص را از ملت و مردم عرب و غیر عرب از عجمها بشارت به بهشت داد، چون آنها لا اله الا الله و محمد رسول الله را از درون قلب زبان آوردن پیش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. چون آنها لا اله الا الله و محمد رسول الله به اعتقاد و اخلاص و صدق صفای قلبی به زبان تلفظ کردند. حضرت پیغمبر به چندین ها اشارت کرد که من شاء ان ینظر الی احد من اهل الجنه فلینظر الی هذا. به علم پیغمبری دید که کلمه را گفتنش، دین و شریعت ایمان قبول کردنش از درون دل است. نوک زبان خطی نیست، در دل فکر خطای فساد، شک، شبهه، نارضایت، ناخشنودی از خدا یا از دین و شریعت خدا. برای همین هر وقت بنده باید در حالتی که در حبس ای، در زندانی ای، در بیماری ای، در سختی ای، در دشواری ای، در گرسنگی ای، در لیچی و کلیچی و تنهایی و غم و غصه و گرفتاری ای، هر کجای باشد بنده رضایت و معیت خدا را بلا اله الا الله و محمد رسول الله بایستا به دست بیارد، بایستا رضا و رحمت خدا را تسلیم باشد. برای همین مضمون چون در صحابگان کبار حضرت خداوند آیات متبرکه قرآنی آورد رضی الله عنهم و در خاتمه آیت و رضوا عنه آورد. اول کو از همه رضای خداوند مهمتر و ضرورتر برای بنده را بهشت شدنش، برای بنده را مؤمن و مؤمنه و مسلم و مسلمه شدنش. لکن در آخر آیت و رضوا عنه، آنان نیز از خدای خویش رضا بودند.